بحث این که سلف لاومون رو ادامه بدیم. اینجا بودیم که خودمون رو چجوری دوست داشته باشیم، به چیا بیشتر اهمیت بدیم. توی همین موضوع داشتیم با هم پیش میرفتیم. ببینید ما وقتی که وارد این دنیا میشیم، یعنی روحی که تو جسم ما دمیده میشه و زندگی آغاز میشه، از همون لحظه اول یه اعتباری با خودمون داریم. یه چیزی مثل یه کارت بانکی، مثل یه اندوخته، مثل یه کیسه طلا، مثل چی بگم، یه مش سکه، یه مش امتیاز، مثل این بازی ها هستش که بازی آغاز میشه. اول بازی یه حدی مثلا سکه یا جم داری که با اون بازی رو شروع کنی، مراحل اولیه رو پیش ببری. چون هنوز تو بازی رو یاد نگرفتی دیگه، هنوز نمیدونی کجا خطا میشه، کجا اشتباه میشه، از کدوم روش بری بهترین لول رو رد میکنی. این مرحله یه چیزی همراهته. زندگی هم همینطوره. اون کسی که من تو رو وارد این جهان کرده، این جهان پیچیده و لایه لایه و پر از مراحل سخت، حالا سخت و آسون همش کنار همه، تو رو دست خالی نیاورده اینجا که یه اندوخته، یه سرمایه همراه توه. خب ولی اون آغاز زندگی تو هنوز تجربه اینو نداری، هنوز خیلی جلو نرفتی، از چیزی خبر نداری، یه خامی دیگه. چی بهت بگم، یه بازیکنی که اولین بار وارد یه بازی شده، مثل یه فوتبالیست، فکر کنم فوتبالیست نبوده، یهو مثلا به یه مشکلی خورده، تیم یه ذخیره داشتن که حالا این هیچ وقت بازی نکرده، میاد تو زمین بازی میکنه، اولین بارشه، تجربه اولشه. یا مثل این که تو یه گیمو شروع کنی، اولین بارته، نه این گیمو قبلا دیدی، نه راجبش حرف زدی، اولین بارت رفتی تو این یه اکانت ساختی، شروع کردی به بازی. تو نیاز داری به اون جما، به اون امتیازا، به اون سکه ها. ما هم همینجوری وارد این دنیا شدیم. خب حالا میریم جلوتر، بزرگ میشیم، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، دیدی برای بچه‌ها اتفاق بدی نمیفته، از تصادفات زنده میمونن، تو زلزله زیر آوار بچه‌ها زنده میمونه، تو سیل نمیدونم، تو هر چیزی، هر اتفاق ناخوشایندی که میفته معمولا کودکان کمتر آسیب میبینن. مثلا همیشه میگیم نگاه کار خدا، مثلا بچه‌ها نمرد، پدر مادرش مردن، بچه‌ها زنده موند، بچه از زیر آوار بعد 3 روز زنده در اومد. خیلی این چیزا رو دیدیم. این همون اعتبار است. حالا من به زبون ساده خودم، چیزی که خودم فهمیدم و میخوام همونم به شما بگم که آسون تر باشه حرف زدنشو. خیلی هم اهل این نیستم که قلم به سلم به صحبت کنم. بهش میگیم همون اعتباره. حالا اسم اصلیش پارامیه، اگه دوست داشتید راجبش تحقیق کنید، بخونید، چیزی گوش بدید. از اون استفاده میشه. بچه‌ها، آدمایی که هنوز اوایل زندگیشونه تا نوجوانی، دیدی خیلی اتفاقای بد براشون نمیافته. اون اندوخته داره کمکش میکنه. هر چی تو زندگی رو میای جلوتر، اونو داری هی خرج میکنی. حالا فرق داره این که تو چجوری اونو خرج میکنی. یه موقعی هست مثلا سر چیزای کوچیک، وای این امتحانو قبول شم، یه تیکه از اون پارامیتر خرج میکنی. وای مثلا الان مثلا مدرسه تعطیل باشه امروز، بگیرم بخوابم، داری اونو مصرف میکنی دیگه. اصلا مهم نیست داری کجا مصرف میکنی، یا یه روز اینجا مصرف میکنی. حالا یه سری هستن از اون اول روحشون پخته تره. حالا نمیدونم به تناسخ اعتقاد دارید یا نه، روح پخته تری وارد این زندگی شده، یعنی دفعات قبل زندگی کرده، این مراحل رو گذرونده، اینجا روح یاد گرفته که از این اعتبار الکی استفاده نکنه، بیهوده خرجش نکنه سر جای پارک و سر اینکه امروز تعطیل باشه بیشتر بخوابم، آی چرا قرمز من میرسم سبز شو و نمیدونم فلان اداره میرم راحت کارم پیش بره و فلان جا استخدام شم. نه، اینا خیلی مهم نیست که اینجا بخوای خرجش کنی. اینو به تو دادن که برای خودت خرجش کنی، برای اینکه حالت خوب باشه، برای اینکه راحت زندگی کنی، برای اینکه توی این لحظه‌ای که هستی، توی این لحظه حالی که هستی راحت اینو بگذرونی، نهایت لذت رو ببری. ببین من تو همه حرفا، توی هر بحثی که هستیم، هر موضوعی که هست، خیلی روی این تاکید دارم که تو باید همین الان از این لحظه‌ای که هستی لذت ببری. اصلا گذشته رو بریز دور، آینده هم فراموش کن. آینده چیزی نیست، تو اصلا چه میدونی به آینده میرسه؟ تو فردا رو میدونی، میبینی حتما. پس چرا انقدر امروز تو از دست بدی واسه اینکه نگران فردایی؟ حیف. زندگی تو همین لحظه است، همین یه لحظه، یعنی همین الانی که من دارم حرف میزنم نمیدونم که آیا این جمله تموم میشه یا نه. من زنده هستم این جمله رو تموم کنم. پس همین الان ازش لذت میبرم، همین الان ازش استفاده میکنم. اوکی، آینده نگری چیز خوبیه، نمیگم مثلا بی خیال باشید و زندگی رو ول کنید و همین الان بخورید و بریزید بپاچید اشغال کنید تمام کنید، نه.
ولی همه توانه تا همه اون اعتبار تا همه اون اندوختت و صرف آیندت نکن. استرس بکشی، نگرانی بکشی، وای چی میشه، وای 2 سال دیگه چی میشه، وای 10 سال دیگه چی میشه، وای فردا چی میشه، حالا اینو چیکار کنم اونو چیکار کنم. نه، تو وقتی یاد بگیری از امروزت لذت ببری، از این لحظه بهترین استفاده رو بکنی، فردا هم یکی از همین لحظه هاست دیگه، 3 سال دیگه هم یکی از همین لحظه هاست، 10 سال دیگه هم یکی از همین لحظه هاست که اینا تون دارن پیش میرن. وقتی تو میافتی روی این غلطک، وقتی اینو یاد میگیری که چه جوری از هر لحظه‌ای خوب استفاده کنی، بهترین استفاده رو کنی، اونا هم همین جوری مثل الانت پیش میرن دیگه. تو وقتی قلق اون بازی رو میگیری دستت، داری گیم بازی میکنی، 10 بار 20 بار اون مرحله رو نمیتونی رد کنی، ولی دیگه قلق رو میگیری بالا، یهو میلی 15 تا مرحله رفتی، 20 تا مرحله رفتی، 30 تا مرحله رفتی، چقدر خوب داری میری، قلق رو گرفتی. فکرت روی همین مرحله الان بوده، فکر این نبودی که الان مثلا مرحله 2ی، به این فکر نمی‌کنی هیچ وقت که لول 22 رو چجوری رد کنم. تو هنوز لول 2ی. الان تو 2 زندگی کن، الان از این لذت ببر، الان اینجا رو کنترل کن، یاد بگیر چجوری رد میشه، خطاها رو ببین، اصلا خطا کن، اشتباه کن، اشکالی نداره، 10 بار بسوز، بیا از اول برو، این راه نشد بیا از اول برو. از این بازیای چیز کردین که میرین توی 1000 تو انقدر بعد این برابر اشتباه برین تا راه خروج رو پیدا کنین. زندگی همچین چیزیه، راه خروج داره، راه آسون داره، ولی خب به تو عقل و اختیار دادن واسه همین دیگه، بیا بگرد پیداش کن. همیشه عمرتو صرف این نکن که بشینیم ببینیم حالا چی میشه، یا مثلا گلایه از این نکن که وای پدرم واسه من کاری نکرد، مادر واسه من کاری نکرد، معلم چه وقتی برای من گذاشت، چه کاری برای من کرد، نمیدونم مملکت اینجوریه، جامعه به من اینو یاد نداد. اصلا اینا رو ول کن. تو دنیای تو خودت تو یه نفری، خودت تو یه نفر همه این کارا رو باید برای خودت انجام بدی. اوکی یه بار اشتباه رفتی، اصلا اشکالی نداره، اصلا ایرادی نداره که تو خطا کنی، تو باید خطا کنی تا معنی فرق بین خطا و درست رو بفهمی. تو اگه یه مسیر رو اشتباه نری، وقتی اون مسیر درست رو پیدا میکنی اصلا فرق این دوتا رو نمیفهمی که. تو مثلا میخوای از خونت بری سر کار، 1000 تا مسیر داری، 1000 تا راه میتونی بری، یه بار مسیر 1 رو میری میگه چقدر دیر رسیدم، مسیر 1 رو دیگه تکرار نمی‌کنی، مسیر 2 رو میری میگی خب از این زودتر رسیدم ولی پیاده رویش مثلا زیادتر بود، مسیر 2 رو هم میذاری کنار، مسیر 3 رو میری هزینه‌ام زیاد شد چون 3 بار تاکسی سوار شدم. زندگی رو اینجوری نگاه کن، انقدر آسون، انقدر راحت. خطا میکنی، اشتباه میکنی، اصلا اشکالی نداره، خودتو زرزنش نکن، خودتو نبوز دیگه. نشین از اینجا به بعد یه اشتباه زانوی غم بغل بگیری، وای نه من زندگی رو باختم، 30 سالش رفته، 40 سالش رفته، 50 سالش رفته، 20 سالش رفته، دیگه وقت ندارم، دیگه میخوام چیکار کنم، من اصلا آدم بی‌عرضه‌ای، من نمیتونم، من دارم اشتباه میکنم، کاش یکی بود برام اینو درست میکرد. نه، اون یکی هم باید برای خودش زندگی رو درست کنه، اونم باید برای خودش زندگی کنه، اونم باید تمام این انرژیشو، این پارامی که داره رو برای خودش مصرف کنه. انقدر گلایه نکنه از اینکه نشد و نخواستن و نتونستن و کمک نکردن. اصلا تو یه نفری به دنیا آمدی، مگه لحظه تولد تو با مثلا 10 نفر همراهت میای؟ مگه وقتی که داری از این دنیا میری اون 10 نفر همراهتن دارن میرن که تو انقدر تو طول زندگی هم مثلا اعتقاد داری که باید بهت کمک بشه، باید یه جای دستت گرفته باشه؟ اگه تمام این فکرها رو بذاری روی این که من باید به خودم کمک کنم، من قدرت اینو دارم که این کار رو انجام بدم، اصلا دیگه چیزی برات مهم نیست، کسی برات مهم نیست. بعد انقدر راه هم برات آسون میشه، انقدر راه برات هموار میشه، انقدر راحت تر این زندگی رو میری جلو که اصلا یهو به خودت میای میبینی مثلا از امروزی که دیده تو به زندگی عوض کردی 10 سال گذشته، واو بابا چه زندگی کردم، چه لذتی بردم. اصلا 20 سال قبلیه رو فراموش میکنی، ولش کن، من از همون روز متولد شدم، اونا اصلا نبوده. باور کنید زندگی انقدر سخت نیست، زندگی انقدر دشوار نیست. اون خدای مهربونی که من و تو رو انقدر پیچیده آفریده، انقدر همه چی تو وجود من و تو گذاشته، به نظرت انقدر به من و تو خوبی کرده، نعمتی نیست که من و تو نداشته باشیم. از حرف زدن، از راه رفتن، از نفس کشیدن، از عشق دادن، از عشق گرفتن، از نگاه کردن، دیدن این همه زیبایی، از شنیدن این همه صدا، از گذروندن این همه فصل،
اصلا هر چیزی به هر چیزی که نگاه کنی، این خدایی که انقدر مهربونه اینا رو تو وجود تو گذاشته، به نظر تو زندگی سختی پیش رود گذاشته، تو رو انداخته توی مسیر سخت؟ نه، تو رو انداخته توی زندگی ناشناخته. چون من و تو هر کدوم اولین بارمونه داریم این زندگی و توی این جسم، این کالبد، این شخصیت میریم. اولین بارته دیگه، اصلا طبیعیه که تو یه جایی اشتباه بری و دوباره برگردی. از این هیچ وقت ناراحت نشو، چون به محض اینکه تو این انرژی رو به خودت بدی که من دیگه نمیتونم، من اشتباه کردم، من راه درست رو پیدا نمیکنم، من نمیتونم، یکی باید بهت کمکم کنه، دیگه استاپ، زندگی استاپ میشه. این خود قوی که درون تو هست و ما داریم سعی میکنیم که اونو پیدا کنیم و با اون جلو بریم، دیگه سرشو نمیاره بیرون، میره تو لاک تنهایی خودش. خب من بیارزم، من کاری از دستم بر نمیاد، من نمیتونم، بقیه مسیرم میره طی اینکه همش تو افسردگی قصه میخوری، این جملاتو تکرار میکنی، روزا همینجوری میگذره، یومنی چندین سال گذشته، یه قدم پیشرفت که نکردی، هیچی، تو اون گذشته گیر کردی، تو اون 20 سال پیش گیر کردی، الان 40 سالته، 50 سالته دیگه، مثلا آخرای زندگی 60 سالته، 70 سالته، فقط این 20 سال اخیر رو به این گذروندی که چرا تو 20 سالگیم فلان اشتباهو کردم. به نظر تو برای این اومدی تو این جهان؟ به نظرت هدف از آفرینش تو انقدر مسخره بوده که تو 1 2 تا 3 تا خطا کنی، بقیه زندگی بشین قصه این خطااتو بخوری؟ نه بابا، اصلا این شکلی نیست، اصلا این نیست زندگی. دیدتو بیا به زندگی عوض کن. زندگی ساده تر و آسان تر و قشنگ تر از این چیزایی که من و تو تا الان فکر میکردیم. انقدر لذت ها تو همین ثانیه هست، چون تو خیلی مسائل بزرگ و پیچیده تو ذهنت ساختی، اینقدر به سختی ها فکر کردی، از این کوچولو کوچولوهای قشنگ داری میگذری. مثل اینکه تو دیرت شده، باید بری به پرواز برسی، داری میری فرودگاه. مسیر فرودگاه هم یه مسیر رویایی خوشگل، این دسته جاده پر از گلای رنگی، اون دسته جاده پر از درختایی که تو بهار شکوفه زدن، شکوفه‌های رنگی، آفتاب داره میتابه، یه مسیر فوق‌العاده زیبا. ولی تو همش مغزت دنبال اون پروازم دیر نشه، هیچی رو نمیبینی. بعد یه روزایی تو گوشیت میچرخه این مسیر رو ببینیم که واو چه جای خوشگلی، کاش یه روز برم اینجا، در صورتی که تو از اونجا 1000 بار رد شدی، ولی حواست به پروازه بوده که دیرت نشه، جایی رو نگاه نکردی. زندگی هم همینه، از همین الان اینجوری زندگی کن. بابا اون پیش میره، امروز همون فرداییه که قبلا قصه‌شو میخوردی دیگه، فکر کردی چی میشه چی نمیشه، نگاه کن داره میگذره، تو جریانه، داره اتفاق میفته، هیچ بلایی هم سرتون نیومده. الان همتون میگین نه ما تو سختیم، تو فشاریم، وای زندگی سخته، چی میگی دلت خوشه؟ نه بابا منم مثل شما دارم زندگی میکنم، ولی دیدم و عوض کردم. توی این مشکلات، توی این روزای سختم میشه با دید قشنگتر زندگی کرد، میشه خوبتر لذت برد، میشه واسه خود لذت‌های کوچیک کوچیک اضافه کنی. همون مسیر فرودگاهی که بهت گفتم، تو در هر صورت توی اون تایم میرسی دیگه. ببین اتفاق میفته، هر آن چیزی که باید اتفاق بیفته. پس تو این ماشین نشستی، داری میری فرودگاه، قرار ساعت مثلا 4:30 برسی، چه نگاه کنی چه نگاه نکنی، چه هرس بخوری چه هرس نخوری، چه خوشحال باشی چه تخمه بخوری، چه موزیک گوش بدی، همون ساعت میرسی. حداقل یه نگاهی هم بکن، اون گلای رنگی رنگی هم لذت ببر، اون شکوفه هم لذت ببر، آفتاب هم ببین، روزا ببین، فصل رو درک کن. بعد که میرسی اونجا هم حالت خوبه، هم رسیدی، هم یه گذشته قشنگ داری. یکم دیدتو به زندگی عوض کن، امتحان کن، شروع کن، از همین لحظه شروع کن، از همین لحظه شروع کن، به چیزای کوچیک بیشتر دقت کن.